تلفن دوست ما آمد. اینجا چی گپ است؟ یک نامه آوردن، به خاطر که تو نبودی به ما ندادن. کی روان کده؟ قمانداندی نیست؟ معلومات داده نشده، از قرارگاه آمده. بسیار تشکر. روز بخیر. جنرال جواب نامه روان کده؟ کدام جنرال؟ فلیس ها؟ با جنرال قدرت نامه نوشته کده بودم به خاطر موضوع فرزندی. پس ما چرا خبر ندارم الیف؟ بخوان عجله کن، زود چه دیگه؟ معذرت میخوام. ادامه بده دیگه. فکر نمی کنم این پشیمانی چیز را جبران کنه، اما فقط همی از دستم ساخته است. او چقدر آدم خوب شده. میخوایم برات کمک مادی کنم اما قبول نمی کنی. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. به خاطر که یک دختر مغرور هستی. ازت خواهش میکنم که مرا ببخشی و این همه اتفاقاتی که رخ داده را نادیده بگیری. لطفاً به زندگی خود ادامه بده و زندگی مرا مشکل تر نساز. من یک خانواده دارم. قبول میکنم که اشتباه کردیم اما جزای کار مرا با اونا ندی. به خاطر که اونا از هیچ چیز خبر ندارن. تو یک دختر با وجدان هستی. مطمئن هستم که اعتبار خانواده ما به خاک یکسان نمیکنی. خب دیگه نامه ختم شد. فقط همه قدر. الیف تو چی میکنی؟ امرا این نامه همه چیز از بین رفت. حالا میفهمم که کی هستم. من الیف گورال، پدرم یلماز و مادرم زیجان گورال است. خدا میفهمه بعد از خواندن نامه چی وضعیت داره. بیادری چقدر یک کار خطرناک است. از طرف جنرال قدرت به او دختر یک نامه نوشته کدی؟ پس چی میکردم؟ دیگه قسم منصرف نمیشد. به مادرش وعده دادم که از او حفاظت میکنم. اگه باز منصرف نشه؟ در این باره بعداً فکر میکنیم. فعلا موضوع ما جداست. یا پراک چی میشه؟ از من میپرسی؟ راستش بسیار خوش بودن با هم. اما تو ادامه بتین. رشخندی نکو. یا پراک دوست طفولیتم است. یعنی قسمی که الیف فکر میکنه نیست و بودام نمیتونه. ما دیگه شنا میفهمم بیادر. رابطه ما و سویلا رو خودتو خراب کردی. رابطه شما چه وقت جور بود که من خراب کنم؟ راستش اگه به اندازه شما نزدیک نبودیم بازم یک پیوند خاص داشتیم عقادی نیست. خوب است. پس درد ما مشترک است. حالا بگو چی کنیم؟ والا بیادر من خو یک نقشه دارم. چی است؟ بخیز که بریم. بخیز. کجا میری؟ بخیز به خانه ما میریم باز برات میگم. خانه تو چی کنیم؟ حالا دیگه.
هولیا، من موضوع فرزندی را بسته کردم. وقت مادر ما کشتی بازی تصمیم من گرفتی؟ دوباره این موضوع را باز نمی کنم. دخترها خبر دارن، خواستم تام خبر باشی. به جنرال قدرت یک نامه نوشته کرده بودم، او هم جوابش روان کرد. قبول میکنه که یک اشتباه کرده. میخواد این موضوع را فراموش کنم، ازم معذرت خواسته. یعنی دختر او هستی؟ ما فقط متن نامه را برات گفتم. نمیخواد که خانوادش ضرر ببینه. مام همین را میخوایم. دزن مثل آدم خوب معذرت. پس درست است، مام راحت شدم. در کدام موضوع؟ یک پیشنهاد کاری گرفتیم. ازم خواستن تا از طرف شب در خانه جنرال قدرت کار کنم. رد کردی همه تو نیست؟ نه خیر، قبول کردم. حالا مشکل مام حل شد، میفهمم که من کدام پیوند با تو ندارم. هولیا، هوش کنی ای کارا نکنی. فکر میکنم که تو هنوز نفهمیدی ما و تو کدام رابطه نداریم. تو چرا کوشش میکنی که زندگی مرا تباه بسازی؟ اجازه بده زندگی خودت بسازم. چرا چاپلوسی میکنی؟ بزور میخوای که خواهر ما باشی؟ نمیخوایم دختر، نمیخوایم. بیاز از مجبوریت اینجا زندگی میکنم. تا چند روز دیگه از پیشتان میرم، باز راحت میشی. اردام، ما چرا باید خانه و دخترها بریم؟ تو از خانه چی گرفتی؟ گفتم نمیتونم. تو یک بار مرا پیش خانه دخترها برسان، باز وقت خودت میفهمی بیادر. به نظرم کار ما اشتباه است. خدایا ما رو ببخش که شاهد این لحظه هستیم. چیزی نمیشه. حتی شاید برگشت از خوشی بخوای ازم تشکر کنی بیادر. سرعت بگی، سرعت بگی. خواندن نمیتونم دوستا، خواندن نمیتونم. من چی قسم ملاستم؟ تو ملاستی جانم؟ بله ملاستم. تاسو بیره گفتم ایری قبول کردم، اما پیش بردن این کار مشکل از نمیتونم. چرا نمیفهمی؟ گوش کن، تو حتی نام خود به یاد نداری. به هر صورت جانم بعدن به یادت میاد. حالا تو باید به کار گذشته خود برگردی. چطور یعنی؟ کار ما چی بود؟ تو یک دفعه برم بگو. تو تعویض نویسی میکدی، دعا میخوندی، چوف میکدی، درد همه را درمان کده. تو پول چاپ میکدی. توبه استغفرالله، توبه کردیم خدایا. او پول حرام چه قسم از گلوی ما تیر شده؟ میشه بگوین من چی تو حرام خور شدم؟ تو مزد زحمات خودم میگرفتی جانم. دایی دیگه چی گپ است؟ چی؟ شما از کجا شنیدین که من تعویض میدادم؟ از کجا شنیدین؟ برام بگوین. بسیار جالب. ما از کجا شنیدیم؟ عکسش نشان بده. بگی این ثبوت مولا بودنت. توبه خدایا، ما چی کارهایی کردیم؟ تو کاری نکردی، اما بسیار زیاد مشهور بودی. در روزنامه عکست نشر شده. توبه استغفرالله، توبه. اینو بگی و پنهانش کو، به هیچ کسی نشان نده. خدایا قربانت شم، ما غرق گناه شدیم، اما چی گناهی بزرگی را انجام دادیم. دوستا شما از خداوند بترسین. صبر کنین من نماز خوانده توبه کنم. خدایا خیر. نماز. چه قسم خوانده میشه؟ ای چی است؟
صدای گیتار. توبه توبه. آه سهیلا، هوای عشق تو بر سرم زد. آه سهیلا، در این نصف شب با همه راهای زد. هوای عشق تو بر سرم زد. آه سهیلا، آه سهیلا، پیش همسایه آرش خط شدی. عشق تو بر سرم حالا مگه خاط آمدن اینو چی میکنن؟ حالا من براشان نشان میدم که آهنگ خواندن به من چی معنی میده. سهیلا، بیا جانم را بگیر. سهیلا، بیا در سهیلا طرف ما. نقشه تو همی بود. پیش همه ما رسوا ساختی، هم ما را هم دخترها را. بیا در حال چطور میآیم و مرد آغوش میگیره. باز من امرت کار دارم، از اینجا بریم یک دفعه فهمیدی؟ باز جزای بده. سهیلا؟ آها، بله طرف تو میای مردم جان. بله میایم. عجله کنید دخترا. بار دیگه شما را در این منطقه نبینم. اگه بار دیگه آمدین باز روغن داغ سرتان میریزین. بریم. دینیز، اما باور کن که من عاشق واقعی نیستم. اردام، تو را از بین میبرم. من خب برات گفتم که با رفتن اشتباه میکنی. ولی احمق، برو داخل موتر بشی یا نه برو. عاشقی کار را داره. چوب باش دیگه. رفت. ای برشان بسیار یک درس خوب بود. دزم دینیزم باره دیگه نمیتونه مرا اذیت کنه. و او اردام احمق دیگه طرف سیلام نخواد کدم. فکر کن ایلیش ساده است. فکر میکنم دینیز دوستش داره. اما اردام چی میکرد؟ یعنی تو او رو پیدا کردی؟ هیچ کسی رو پیدا نکرده. تو چه قسم گپ میزنی؟ درسشان دادیم و رفتن. کاش که شما هم کم درس بگیرین. مثل طفل امر شما بازی میکنن. منظورت از دیگه با چیه؟ خیلی صبر کن. او رو ببین، هرچی میخواه به ما میگه. حق به جانب سهیلا. دینیز رسما همراه ما بازی کرد. و موضوع دختر حقیقت داشت. امروز اونا را دست به دست با هم دیدم باور میکنی؟ آه سهیلا، دوباره هوای عشق تو بر سرم زد. آه سهیلا، هنوزم زمزمه داری؟ به خاطر تو در چی حالت رسیدیم بیبی؟ سعی که حالت ما را. آی ما چه خبر که تو میشه؟ اگه تو چیزی میفهمیدی خب برام میگفتی. حالا کوشش کن که ببخشید. بیادر من چی کنم که مرا ببخشد؟ چی کنم؟ میفهمی مشکل کلمتانه؟ کی؟ یاپراک، تو برش بگو که بره پیش الیف. برش بگو که هیچ رابطه بین ما و دینیز نیست. اگه الیف بگه پای تو گوش نتا، بگه پای یاپراک گوش میتا. شت بیادر، ما عادت دخترها را خوب میفهمم. تشویش نکن. تو هم راست میگی. به نظر تو یاپراک کار انجام میته؟ البته که انجام میته. راست میگی؟ یاپراک دوستم است بیادر. درست است. آه سهیلا، دوباره هوای عشق تو بر سرم زد. آه سهیلا، در این نصف شب به عشق فکر میکنم بیادر. آه سهیلا، دوباره هوای عشق تو بر سرم زد. آه سهیلا. چی را میبینی دخترم؟ ای دینیز نیست؟ بله، ازل ماری پیداش کردم.
امرای دینیز ملاقات کردین؟ فقط 1 ساعت. خوب قلبش لرزیده؟ به خاطر که گفتی تا عاشق نشوی ازدواج نمیکنی. بله 1 بار ملاقات کردیم. فردا ازدواج میکنیم. تو چی نقشه داری؟ من خواهیش نمیفهمم. خانواده‌شو مشناسیم، بچه را مشناسیم. شاید کسی در زندگیش هست. جانم اگه این قسم موضوع می بود خانم شنایی مداخله نمیکرد. شاید نمیفهمن. شاید دینیز از اونا پد کده. یا براک تو چیز را از من پنهان میکنی؟ نه که او رو با کسی دیدی؟ نه خیر جانم. پس این قسم فکرها را از سر خود دور کو. یک تصمیم قاطع بگی. اگه دوستش داری تصمیم خود بگو. او جوان است، با همگی بخواه ملاقات میکنه، اما ای را میفهمه که با کی ازدواج کنه. در ضمن تو هم کدام کمی نداری. او لیاقت تو را داره. قدر خدا بفهم. و دیگه هی که هیچ کسی رقیب تو شده نمیتونه. کاش میدیدین. بسیار یک دختر مقبول بود. نه خیر جانم، من دیدم هیچ مقبول نبود. نه خیر مقبول بود. هم مقبول بود و هم شیک. من خودم مقابل او خاموش موندم. گپای ناق نزن الیف جان. نه خیر، من مناسب زندگی دینیز نیستم. قبلا هم میفهمیدم، حالا بهتر درک کردم. او لیاقت همه قسم یک دختره داره، کسی که دست به دست همراهش چکر بزنه. دینیزم همراهش راحت به نظر میرسید. ببین تو خودت گفتی راحت. اونا لیاقت ندارن عروس کسی شون. دخترای مثل تو به ازدواج هستن، یعنی لیاقت احترام دارن. خوش آمدی. چی شده؟ چرا من اینجا خواستی؟ یاپراک، من به تو ضرورت دارم. چی می نوشی؟ چای بخوایم برات؟ درست است، صبحانه نخوردیم. بیادر میشه یک چای یک پنیر بر ما بیارین؟ فراموش نکردی؟ یاپراک، تو باید با من یک نیکی کنی. میخوایم امرای لیف گپ بزنم. چرا جانم؟ فقط تو میتونی ما را آشتی بسازی. چی بگویم؟ بگو ما فقط دوست هستیم، از طفولیت یکی دیگه خودم میشناسیم. یعنی حقایق برش بگو. سر ما باور نمیکنه، حتی به طرفم نمیبینه، فقط به گپای تو باور میکنه. دینیز جان، من در این کارا دخیل نساز. یاپراک جان، نمیخوایم به خاطر یک غلط فهمی کسی را که عاشقش هستم از دست بتم. لطفا. درست است میگم، اما بالاخره شما جدا شدنی هستین. شما اینده ندارین، چرا نمیفهمی؟ گناه داره. او دختر بناحق، امیدوار نساز. بناحق نیست. ما میخوایم امروز او ازدواج کنم. تصمیم خودم گرفتیم. ما باید یک جا شویم. درست است. وقتی قسم میخوایی من رویش گپ میزنم. بسیار زیاد تشکر. دینیزی انتخاباتم در کجا زندگی میکنه؟ اوف. شما؟ من دوست دینیز هستم، یاپراک. دیروز با هم روبرو شده بودیم. یادم آمد. بفرمایید داخل بیاین. دینیز ازم خواسته همراه گپ بزنم، من سو خاطر آمدم. چیزی به گفتن نمانده، چرا خدا به زحمت ساختین؟ 2 دقیقه وقت داری که با هم گپ بزنیم؟
البته بفرمایید. ما و دینیز دوستای طفولیت هستیم. دیروز دینیز میخواست خانه که رو بگیره، میخوای از خانواده خود جدا زندگی کنه و میخوای همراه تو ازدواج کنه. خودت میفهمی. ما بارها به دینیز گفتم که این رابطه امکان نداره، اما او هیچ گوش نکرد. پس تو را بسیار زیاد دوست داره. تو هم او را دوست داری؟ فهمیدم. بعد از این رابطه امکان نداره. تو یک دختر چادرپوش هستی و او یک نظامی است. تو حق به جانب هستی. اما نمیخوایم به خاطر ما جدا شوین. من مسئولیت خود انجام میدم. فقط امی باز مربوط شما میشه. ما و دینیز فقط دوستای خوب هستیم. در بین ما رابطه دیگه وجود نداره. معذرت میخوایم. شما به خاطر ما پریشان شدید. من مهم نیستم جانم، اما نمیخوایم دینیز جیگرخون شوه. قسمی که گفتم دوست خوب ما هست. شما هیچ متوجه گپایی نیستین که در کدام مسیر روان هستین. من خوب متوجه همه چیز هستم. بسیار مبارزه کردم. اگه ترکش کنی، اگه بگویی نمیخوایم، کی میتونه مانی تو شوه؟ نمیتونم. اگه دوستش داری باید این کار کنی. این ناممکن است. امی که دوستش داری و امورا به مشکل بزرگ گرفتار میسازی. اگه واقعا عاشقش باشی از اون منصرف شده و ترکش میکنی. الیف جان، من این کار نمیتونم. چرا نمیفهمی؟ کی مانی تو میشه الیف جان؟ رابطه ای که بین ما وجود داره. چی شده؟ به یک دیگه خود وعده کردین جانم؟ قسم خوردین؟ نام خدا در درختان نوشته کردین؟ چه قسم رابطه؟ بلیاس خدا پیش خداوند وعده دادی. واضح تر بگو. ما و دینیز نکاح کردیم. یاپراک چی شد؟ مرا ببخش، اما تا نپرسم صبر کردن نمیتونم. تو دختر از کجا پیدا کردی؟ یعنی چی؟ میگم دوست هستیم. دینیز فقط به خود خانه میپولید اما نه خیر، قبول نکرد. یعنی قانع نشد. هم ببین دینیز، تو یک اشتباه کردی. لطفا قبل از اینکه دیر شود برگرد. میفهمم که نکاح کردین. مادرش داخل نفسهای خود نکایتو بسته کرده. یاپراک از حدت نگذار. من فقط خوبی تو را میخوایم. او دختر رو میره نمیخواه. به زور عروسی کرده. همین قسم گفت؟ به تو هم گفته. او به خاطر که به ما ضرر نرسه ای پیونده نمیخواه. او کدام وقت به تو گفته که دوستت دارم؟ ما فکر میکنم شاید میشرمه. این قسم نیست. او به تو گفته که دوستت دارم و بدون تو زندگی کده نمیتونم. اما عاشق واقعی میگه، حتی بیشتر از این برات میگه. او فعلا خانم تو است. تو میخوایی چی بگویی ها؟ وقت جوان مثل تو را نمیخواه؟ حتما کس دیگر دوست داره. درباره الیف غلط فکر میکنی. او قسم دختر نیست. او پاکترین دختری است که میشناسم. راستش را نمیفهمم که بهترین است یا نه، اما بسیار زیاد هوشیار است. تو را غلام خود ساخته دینیز جان. بسیار متاسف هستم. تشکر از اینکه کمکم کردی. یاپراک، موضوع این کارو به کسی نگویی. درست است، اما کجا میری؟ فکر میکنم ما با داخل ساختن تو در این موضوع اشتباه کردیم. من خودم رفتم روی الیف گپ دینیز الیف؟ چرا آمدی؟ خوش آمدی گفتن یاد نداری؟ حال دشمن شدیم؟
هر گفتنی که داری بگو، من کار دارم. از من خفه هستی چطور؟ گپایی را که به عزلم گفتی هیچ خوشم نامد. قبول کردن نتونستم، چطور میکردم؟ مثل خواهر خود فکر کرده درد کشیدم. این انتخاب او است. درست است، اشتباه کردم، از حد خود گذشتم. در ضمن به می خاطر اینجا آمدیم. درست است، درست است، دوباره بستیش میکنیم. ایلیف، این احمق اینجا چی میکنه؟ با تو چی احمق؟ با تو چی؟ دینیز این کار نکن. بس کنین، بلیاد خدا چی میکنه؟ دینیز بس کن. نکنین لطفا، ازتان خواهش میکنم. دینیز صبر کن، زیاد صبر کن. دینیز زیاد صبر کن. این شما چی میکنه؟ بس از دیگه، گفتم بس است. شما چی رابطه داره؟ چرا از این حمایت میکنی؟ گپای ناق نزن. پس بگو ایلیف، بگو که مرا دوست داری تا ایام بشنوم. دینیز چرا نمیگی؟ این وضعیت ما ببین، حداقل یک بار خوب بگو. انسان با عشق خود این کارا میکنه؟ تو غلط درک میکنی. پس حقیقت بگو، بگو که مرا دوست داری. نمیگی نه؟ نمیگی؟ من به خاطر معذرت خواستن پیش تو آمده بودم، اما فهمیدم که اشتباه کردیم. درست است نگو، اما ای را بفهم که تا وقتی که نگویی دوستم داری هرگز طرف چهرت نمیبینم. ایلیف، تو کی را میخوایی؟ او آدمه؟ اگه او آدمه میخوایی پس زودتر برش بگو. شاید تو نمیبینی اما در اطراف تو بسیار آدمای خوب است. خوب است که شما را دیدم. جنرال صاحب چطور است؟ مثل همیشه. دروازه را باز کن دخترم. بفرمایین. خانم شنایی هستن؟ یا پراک جان، مرا بسیار متعجب ساختی. خوش آمدی. خوش باشین. معذرت میخوایم که به خبر آمدم، اما باید همراه شما عاجل گپ بزنم. کدام مشکل است یا پراک جان؟ درباره دینیز است. دخترم تو بیرون رفته میتونی. ظرفا را گرفته بیرون میشم. دینیز گفتی؟ نمیفهمم چه قسم بگویم، اما مجبور هستم. بچه تار عاشق یک دختر حجاب پوش است. بیرون شو! گفتم بیرون شو! خانم شنایی، هدف ما پریشان ساختن شما نبوده، اما دینیز طرف یک فلاکت روان است. مطمئن هستی یا پراک جان؟ او موضوع گذشته بود. دینیز گفت او موضوع را بسته کده. با دیدن او دختر رفتم. از دینیز خفه بود. به خاطر آشتی ساختنشان مرا وسیله ساخت. خدایا، این بچه چی میخوای انجام بده؟ عقل خود از دست داده. آرام باشین لطفا. او دختر احمق پشت ما را رها نمیکنه. یا پراک جان، میفهمی درباره تو و دینیز چی فکر کرده بودم؟ ای موضوع مهم نیست.
لطفا نیتت تغییر ندی. میره حل میسازم. به نظر من قدر آسان نیست. او هر دو با هم نکاح کردن. جنرال صاحب بشینین جنرال صاحب. زنده باشی. با شما یک دعوتنامه آوردیم. خیریت است. دینی عروسی میکنم. این کارم به زودی میشه، اما یک دعوتنامه نظامی است. گرچه به دست خودم نرسیده بود، از طریق کسی دیگه گرفتم. ای با ما چی ربط داره؟ نکار مخفیانه انجام میدن، به هیچ ارگان امنیتی خبر ندادم. دزم عروس خانم حجاب پوش است. شما از این موضوع چه قسم خبر شدین؟ چه قسم این دعوتنامه به شما رسید؟ از طریق یک دوست نزدیک. او عروس خانم بسیار خوب میشناسم. یعنی من به خبر موثق است. خب در این صورت شما اشتراک میکنین؟ توفیش هم گرفتیم. به عروس خانم طلا خریدیم. وقتی قماندان اخراج شد، او را فروخته زندگی خود پیش میبره. عالی است. پس ازدواج میکنی نه؟ همراه اون نظامی؟ خوشبخت باشی. آمین. یک بار اراده کردیم. از خداوند میخوایم به خیر ما باشه انشالله. چی تصمیم گرفتین؟ دوستای شوهرت هم در اون نکاح اشتراک میکنن؟ ما با هم پنهان عروسی میکنیم، یعنی به همگی خبر ندادیم. اردال هم به دوستای خود خبر نداده. اگه خبر شوند بسیار بد میشه. اگه بشنونم منصرف نمیشیم. تشویش نکو. قبل از نکاح در این باره فکر نکو. چای می نوشی؟ البته که می نوشم. من میرم میارم. چندین بار بردال گفتم نمیشه. برش گفتم اما قلب خود راضی ساخته نتانستم. او را بسیار دوست دارم. او مرا دوست داره. یک جا شیشه درباره همه چیز گپ زدیم. بر قیمتی که شوه ازدواج میکنیم. هرچی که در قسمت ما باشه همون میشه. کافی است که یک جا باشیم. ای چطور امکان داره؟ او این دی بچه ما تبا میسازه یا پراک. خدا تبا میسازه. خاله شنای جان لطفاً گریه نکنین. میره به خاطر پیدا کردن یک راه حل براتون گفتم. اگه شما را چیز شوه من خدا بخشیده نمیتونم. اگه سنجر خبر شوه هر دویشون از بین میبره. خدایا خانواده ما از بین میره. کما بنوشین. نمیخوایم چیزه. با من هیچ چیزه نیار. شما چیز نمیخواین؟ همین که دهن خدا بسته نگاه کنی کافی است. حالا برو دیگه. فکر میکنم که او دختر توریست است. زندگی بچه ما از بین میبره. یا پراک
لطفاً برام کمک کن. بچه من نجات بده. من چی کردم میتونم براتان؟ تو حتما دینیز دوست داری. اگه نه یه همه رو برام نمیگفتی. اگه او دختر احمق بچه من فریب نده، دینیز هر چی زودتر همراه تو ازدواج میکنه. بیبی دخترم از من همه چیز پنهان کرده، اما به تو گفته. لطفاً او رو از خود دور نساز. معذرت میخوایم، اما من میخوایم عاشقم شده دوستم داشته باشه. به زور به دست آوردن قلب دینیز کار من نیست. تو خودم رای او مقایسه کن. بسیار فرق داره این دخترم، اما او با او سادگی خود عقل دینیز از سرش گرفته. دخترم درکم کو. او دختر فقط با مانه با تو هم چلنج میده. دینیز از خود بساز به او حدش برش نشان بده. از برکت تو یک خانواده نجات میافه. لطفاً. معذرت میخوایم، من فقط به خاطر خبر ساختن شما آمدم. از این بیشتر کار کردن نمیتونم. دخترم من این موضوع را به کسی گفته نمیتونم. از هیچ کسی کمک خواسته نمیتونم. یگانه امیدم تو هستی. هرچی بخوای انجام میدم، اما کافیست بچه من نجات بدی. معذرت میخوایم. مامای من در هیچ جایی نیست. پیش شما هم نامده بود؟ چند روز میشه که نامده. میتونیم براتان کمک کنیم؟ میشه وقت آمد برش بگوین که همراه ما به تماس شوه؟ درست است میگم. بسیار تشکر. ماما؟ سهیلا؟ ماما کجا بودین؟ من شما رو در هر جایی میپالیدم. از حادثات خبر شدی؟ همسایه گفتن. خانم مامایم چطور است؟ فعلا کجاست؟ خوب نیست. او را به قریه روان کردم سهیلا. دیگه ختم شد. این شهر با ما ختم شد. ماما این چی منی میته؟ دیگه نمیخوایم خدا فریبتم دخترم. مبارزه ما فایده نکرد. مامای من بسادگی تسلیم نمیشه. شما مشکلاتی را تحمل کردین که هیچ است. حق به جانب استی سهیلا. بسادگی تسلیم نمیشم. اما ببین، همیشه اونا برنده میشن. ما همیشه از دست میدیم. طفل ما چی گناه داشت؟ چی گناه داشت؟ بیبی سهیلا، گفتنی برام بسیار مشکل است، اما باید برات بگویم. بعد از این تنها هستی. باید سر پای خود استاده شوی. باید دانشگاه خود تمام کرده. باید به ملت خود خدمت کنی دخترم. من دیگه به تو فایده رسانده نمیتونم. اگر راستش بپرسی، با خود من فایده رسانده نمیتونم. خب پس حالا چی میکنین ماما؟ آخرین کار ما باقی مانده. یک حساب کوچک. او را حل میسازم. بله، او را حل میسازم.
رفتم میتونین آقا. دوستای ما آمدن. آمدن در اتاق جلسه منتظر است. درست است. او کی است؟ نو از خارج برگشته میخواه برای ما کمک کنه. چه قسم کمک؟ کدام رایی که تجربه نکرده باشیم باقی مانده؟ دعوا باز کردیم، شکایت کردیم، اما هنوز همی ظلم ادامه داره. سلام علیکم دوستا. علیکم سلام. شاین به جلسه اشتراک نمی کنی؟ به خاطر که چیزی تغییر نمیکنه نمیخوام اشتراکم کنم. گوش کو چی میگم. به هیچ کس چیز نمیگی دختر. هیچ کس نباید بفهمه که یاپراک اینجا آمده بود. تو هیچ چیز نشنیدی، درست است؟ درست است خانم شنایی. اگه کس از این گپ خبر شوه باز از تو میپرسم. جزای ای کارت بسیار سنگین خود بود. بچیم تو را چی شده؟ روی چرا زخم شده؟ مهم نیست مادر. تو امرای کسی جنگ کردی چطور؟ حدی یک احمق برش نشان دادم، فقط همین. بازم جنگ کردی؟ مادر بسیار عصبانی هستم. یک کلمه دیگم نگوی نگنی قلبتانو میشکنانم. پس شوین از رایم. خدایا برم صبر بده. من امرای بچه چی خواد کردم؟ خانم شنایی فکر نمی کنم که به خاطر او دختر جنگ کرده باشه. به نظرت امکان داره؟ به نظر من داره. به فکر محمد خواستم بگویم. چرا نمیگی این وضعیت ما ببین؟ حداقل یک بار خوب بگو. انسان با عشق خود این کار میکنه. تو غلط درک میکنی. پس حقیقت بگو. بگو که مرا دوست داری. نمیگی؟ نمیگی؟ من به خاطر معذرت خواستم پیش تو آمده بودم، اما فهمیدم که اشتباه کردی. درست است نگو، اما این را بفهم که تا وقتی که نگویی دوستم داری هرگز طرف چهرهت نمیبینم. چندین بار بردال گفتم نمیشه. برش گفتم اما قلب خود راضی ساخته نتانستم. او را بسیار دوست دارم. او مرا دوست داره. یک جا شیشه درباره همه چیز گپ زدیم. بر قیمتی که شب ازدواج میکنیم. هرچی که در قسمت ما باشه همون میشه. کافی است که یک جا باشیم. فلیس، حالا زود میایم. کجا میری؟ به یک نفر زنگ میزنم زود میایم. هر دقیقه پشت او دختر است. او احمق منتظر فرصت است. چی شد احمق؟ اما قدر لطوکو برات بس نیست؟ هر جای هستی بگو بیایم. او مشترک در رویم زدی برات گران تمام خواهد شد، فهمیدی؟ تو کی هستی احمق؟ من اختار میدی؟ در 2 دقیقه میتونم تبا بسازم، اما این کارو نمیکنم. چی کدام میتونی؟ برو با پدرم بگو. هیچ برام مهم نیست. تو احمق افشا میسازم. همگی باید بفهمن که تو جاسوس هستی. این موضوع رو در بین خود حل میسازیم. با کسی چیز نگو، البته اگر جسارتش داری. درست است. در هر جایی که میخوایی بگو که بیایم. تو هنوز حل بسازی، اما تشویش نکن.
اما برات قسم ضربه برسانم که از جایت بلند شده ندانی. باز میبینیم هر قسمی که میخوایی، هر کاری که میکنی دستت خلاص. بیبی شرط میزنم که این فدا مقابل تو ایستاد میکنم و برات میگه که من زیاره دوست دارم. باز وقت برات زنگ میزنم. فعلا خداحافظ. چیز شکست. بچیم اینجا چی که پس؟ چیزی نیست مادر. چرا آینه را میده کردی؟ چیزی نیست مادر. برون شوین مرا تنها بانین. برین. او دختر چه قسم دینیز بیادر جادو کده؟ به خود ضرر نرسونه. به نظرت امکان داره که قسم یک چیز باشه؟ یعنی به نظر من امکان داره. این قسم میشه. دخترم بیازو زیاد عصبانی هستم. تو میخوایی مرا دیوانه بسازی؟ نه خیر خانم شنایی. به خاطر براتون گفتم که نمیشه به خانم یاپراک زنگ زده درباره وضعیت برش بگوین. شاید بخواه بر دینیز بیادر کمک کنه. او خود دوست سابقش است نی؟ بله. بله کی هستی؟ بله. زود تصمیم گرفتن نمیتونیم. شما در جستجوی کار نبودین یا هم کار با ماش درباره ظلمایی که اردو بالایتان انجام داده قسم میکنین؟ به خاطر این کارش ضرور نیست که جاسوسی کنین. ببینین کلا ما میخوایم که حساب بپرسیم، میخوایم خانواده های خود حمایت کنیم، اما اجازه نمیتن. قبل از یک ماه اینجا را بسته میکنن. ما این بنیاد بسیار با مشکل اداره کردیم. شما تا امروز از روش غلط استفاده کردین. همیشه از خودتان استفاده کردین، اما شما نظامی هستین. حالا وقت تعرض است. بله؟ یاپراک؟ من خاله شنایی هستم. بفرمایین خاله شنایی. چند دقیقه پیش دینیز آمد. امروی کسی جنگ کرده بود. حتما به خاطر او دختری کار کرده. ده خانم قیامت برپا کرده یاپراک جان. باورم نمیشه. فعلا خوب است؟ نیست. هیچ خوب نیست. به آخرین بار از تو خواهش میکنم. امشب مادرت چانه به خانه دعوت میکنم. اما خاله شنایی اگه کمیام دینیز دوست داری تو هم امرایشون میایی. به صفت مادرت برات حضور میکنم. به غیر از تو به او هیچ کسی دیگه کمک کرده نمیتونه. لطفاً این حقیقت درک کن. داخل شو احمق. چی گپ است بیادر؟ اگه به خاطر پول خود آمدی دفعه قبل میخواستم با تماما نداشتم. ما بیاز پول خودم میگیرم. پولو من میگیرم، اما قبل از او عقد میتم. بیادر نکو. بیادر نکو. بیادر مرلت نکو. نکو بیادر نکو. بالاخره مرا دیوانه ساخته. مرا تباه ساخته. شما مرا تباه ساخته. ما با شما چی کده بودم ها؟ چی کده بودم بگو. مرا تباه ساخته. بیادر نزن. هر چی که در داخل است بگی. مرا راحت باندگه.
ما همیشه حق خود خواستیم و حق خود گرفتیم. ای بارامی کار میکنم. امروز که ماما دیدم بسیار پریشان بودی لیف. میترسم که کدام کاری نکنه. چطور یعنی؟ گفتم رای کسایی که حسابی دارم در فکر آدم هزار قسم گپ میایه. لطفا اقسم فکر نکو سهیلا. حتما زیاد پریشان بوده اقسم گفته. دهزم کاکو شاین کسی نیست که کدام اشتباهی انجام بده. من زود پس میایم. تشویش نکن سهیلا. چی کردی؟ کار خودت در خانه جنرال قدرت آغاز کردی؟ نه خیر، تا هنوز نیم. امشب خانم شنایی میمان داره، با اونا غذا آماده کردم. دینیز دیدی؟ دیدم. چطور بود؟ راستش زیاد عصبانی بود. وسایل اتاق خودش شکستاند. دست پای خود اوگار کرد. طرف ما بیبی دختر، تو خو اوره دیوانه ساختی. تو اوره چی گفتی؟ با هم جنگ کردیم. با گپم گوش نداد. بالایم غال مغال کد و رفت. من چی بفهمم که کارا میکنه؟ به هر صورت تو تشویش نکن. وقتی یاپراک ببینه عصبانیتش رفع میشه. گفتی یاپراک؟ بله، امشب اونا رو مهمان کردن. اونا از طفولیت دوست بودن. او دختر خودش آمد برم گفت. من زیاد نمیفهمم. خانوادهشان از قبل تصمیم گرفتن. تو دیگه مزاحمشان نشو. اجازه بده که بچه سرنوشت خود تعیین کنه. زندگی ما رو تباه ساختی. حداقل زندگی از اونا خود جور شوه. خدایا ایدی نیست چی میکنم. هیچ نمیفهمم چی کنم. ایلیف جان، نان خشک خلاص شده. میشه نان خشک بیاری؟ درست است، میارم. باز هولیا تو را پریشان ساخت؟ نه خیر من خوب هستم. من میرم که نان بیارم. بچیم بیا ما را شرمنده نساز. حالا مهمانا میرسن. هیچ کسی برام مهم نیست. درست است، ما را کنار بان، اما به خاطر یاپراک برو. یاپراکم برام مهم نیست. نمیخوایم کسی را ببینم. میشه از اتاقم براین؟ بسیار یک میز مقبول. آماده است. آماده. شنایی؟ تو خوب هستی جانم؟ خوب هستم. دنیز پایین نمیایه؟ میایه، لباسای خود تبدیل میکنه. شنایی تو خوب هستی؟
خوب هستم. اونا اومدن. خوش آمدین قماندان صاحب، خوش آمدین. شام بخیر. خوش شام بخیر آمدین. آقا سنجر. خوش آمدین. شام بخیر. خوش آمدین. شام بخیر خانم شنایی. یا پراک دختر ما. جانم بسیار خوش آمدی. خوش باشین کاکا سنجر. یا پراک جان خوش آمدی. بسیار تشکر. قماندان صاحب زمان بسیار زود میگذره، اما تو نیست؟ تا دیروز یک طفل کوچک بود، حالا یک دختر جوان شده. دینیس کجاست؟ دینیز حتما از آمدن شما خبر نشده، حالا دیگه پایین میشه. یا پراک جان من باید غذا را بیارم. اتاق دینیز در بالاست، میشه تو صدایش کنی؟ درست از هر قسم که شما خواسته باشین. بفرمایین، لطفاً بفرمایین. چرا ایستاد هستین؟ بفرمایین. بسیار مقبول آماده کردی. بفرمایین. میشه دو دانه نان خشک؟ درست است دخترم. دینیز دیدی؟ دیدم. او چطور بود؟ راستش زیاد عصبانی بود. وسایل اتاق خودش شکستان، دست پای خود هوگار کرد. به چیز دیگه هم ضرورت داری دخترم؟ نه خیر. بگی دخترم. شام بخیر. شام شما بخیر. زنگ نزن. وقتی من از دست دادی باز قدر من میفهمی. آها یاپراک، تو هنوز آماده نشدی؟ معذرت میخوایم، هیچ حوصله ندارم. چی شده؟ چرا امروز رفتی؟ خبرم ندادی؟ بله بسیار جگرخون بودم. همراه کسی جنگ کردی؟ یک احمق به نام زیاس هر دقیقه پیشی الیف است. امروز هم که رفتم اونجا بود. ما برات گفته بودم که شاید کسی در زندگیش باشه. نه خیر و قسم نیست. به الیف باید آفرین گفت. یکی چی جاذبه داره هیچ نفهمیدم. درست است. بعد از او چی شد؟ دیگه چی شود دیگه؟ همراه او جنگ کردم. آفرین به تو. بعد از او الیف مداخله کرد. برش گفتم یا برام میگی دوستم داری یا دیگه نمیبینمت. او چی جواب داد؟ خاموش ماند. گفتم تا نگفتی دیگه طرفت سیل نمیکنم. زنگ زد؟ دینیس، او دختر هر دویتان میخواه فریب بده. هر بار میگه نمیخوایم، اما تو پشت او را الا کده نمیتونی. چرا؟ به خاطر که او به تو امید میده، با نگاه های خود، با لبخند خود. اما تو نیست کارهای فریبنده انجام میده، نمیخواه فراموشش کنی. بیبی حتما با او بچه هم قسم میکنه. یا پراکیلیف و قسم دختر نیست. خب پس چرا او بچه پشتش گرفته؟ این همه کار دخترای فریب کار است. جالب است تو چطور فریب خوردی؟ عشق چشمای تو را کور ساخته. او دخترم از این استفاده میکنه. پس چی کنم یا پراک؟ چطور بفهمم که مرا دوست داره یعنی؟ تو چطور تو هنوز نفهمیدی؟ گفتی زنگ بزن، تو حالا زنگ نزده. بیادر، اما باید یک جای زنگ بزنم. قافل کردم دخترم. فقط 5 دقیقه گپ میزنم. معذرت میخوایم دخترم، نا وقت شده.
میخوای قدر خود بیشتر بسازم. برش هیچ اهمیت نتی. اگه زنگام زد جوابش نتی. اجازه بده قدرت بفهمم. جوان هستی، هوشیارم هستی، اما عاشقای زیادی داری. کجا گم شد؟ مردم از گشنگی. اون آمد. بعد از دخترم بالای قماندان باور کرده ای خانه را براتان دادم. کاکا تو در وقت شب چی میگی؟ خدا باز با اجابم میگن یک بچه رفته دیگه ایش میایه. دیشب هم محفل گرفته بودین با ساز سرود. چرا قسم میگین؟ کمی هم نمیشرمین؟ ما هنوز کم میگم. امروز هم 2 نفر همراه یک دیگه خود اینجا درگیر شدن. کاکا جان قرار نیست که 5 انگشت دست برابر باشه. به اینا باور نکو. میگم اجازه نتین اما گوش نمیکنن دیگه. اینجا چی گپ است؟ اگه بار دیگه همسایه از شما شکایت کنن باز شما را از اینجا بیرون میکنم. حالا فهمیدم که چرا میخواین از این خانه برم. امیال خود از شر شما نجات میتم. این شما را دبلام اندازه. الیف، امروز اینجا چی گپ شده بود؟ تمام همسایه شکایت کردن. کیا جنگ کردن الیف؟ امروز یا آمده بود. همراه او گپ میزدم که همون لحظه دینیزم رسید اوضاع بر هم خورد. هرچی کدو مانشان شده نتانستم. بسیار زیاد مزرت میخوایم. یابراکم پایان نشد. کدام مشکل پیش آمده؟ نه خیر جانم. مشکل چی؟ من میرم اولادا را صدا کنم. اونا آمدن. آقا دینیز خواب برده بود. معذرت میخوایم قماندان صاحب، پذیرایی نتونستم. خوش آمدین. خوش باشین. خوش آمدین. چطور هستین دینیز جان؟ خوب هستم، شما چطور؟ دینیز جان بچیم اونجا بشی. بسیار خوش هستم که کل ما یک جای جمع شدیم. دست من بسیار گرسنه هستم. بفرمایین نوش جانتان. نوش جانتان. اونا را ببین. به خاطر اذیت کردن ما کاملا در مقابل ما میزماندن. با این گپایت مرا عصبانی نساز. فقط که دروغ میگم. هدف اونا اذیت کردن ماست قدرت. اشتباهات سنم بسیار زیاد بود. با مشکل تانستم موضوع را حل بسازم. از این خاطر طرف مرا عصبانی نساز. مادر جان، پدر جان، خب ما دیگه میرم. دوستم در قهوه خانه منتظرم هستن. اونا یاپراکشو ندعوت کردن. احمق بیبی که طرف ما باز دستان بلند میکنه. او سنم نیست؟ بس است. مرا رسوا ساختین. داخل برین. بریم سنم.
سلام علیکم. و علیکم السلام. مرا حسن روان کده. شاید خبر باشی. همراه ما بیا. گفت به اسلحه ضرورت داری. چی وقت آماده کده میتونی؟ عاجل کار داری چطور؟ چی فرق میکنه؟ دقیقاتش فرق است. اگه پولی بیشتر بدی تا فردا برات آماده میکنم. این تمام پول است. خدا به جای خسته نساز. برو، من کار دارم. طفلم از دست دادم. خانواده ما تباه ساختن. غرور ما زیر پای کدن. ما باید حساب ای را بپرسم. گپ ما فهمیدی؟ من میفهمم که تو چه قسم دختر هستی الیف. ضرور نیست که خودم مقصر فکر کنی الیف جان. هم شما را به مشکل مواجه ساختم هم خودم. من میفهمم که دنیس چوری کار انجام میده. به خاطر که تو به او هیچ چیز نمیگی الیف. به خاطر که از احساسات تو مطمئن نیست با کلگی بخیلی میکنه. گپایی است که شما نمیفهمین. پس بگو که بفهمم دیگه. گفته نمیتونم. به نظر من تو بسیار پریشان هستی الیف. یک بار متوجه احساسات خود شو، باز فکر کردم مطمئن شو. بعدن برش بگو که به جای پشتتون نگرده. یک قسمم گفته نمیتونم. الیف پس تو چی میخوایی بگو بر ما. دخترا، یک اشتباه بزرگ انجام دادیم. حالا نمیفهمم که از این گرداب چه قسم بیرون شوم. خب تو چی کردی الیف؟ مادرم خواست، گفت میخوایم به راحتی از دنیا برو. گفتی آخرین خواستم است. ما مجبور شدم. حتی خانم شنایام خبر شدم. هنوزم فکر میکنه که راز خود حفظ میکنه. چی را قبول کردی میشه بر ما بگویی؟ ازدواج کردن. ما و دنیز نکاح کردیم. عمرت دراز باشه. بسیار تشکر. با دستایت برکت. بسیار قهوه مزه‌دار است. نوش جانت. اثر شب تا حال طرف تلفن زنگ داری بعد است. قماندان صاحب، کار قماندان اردال دیدی اما تونست؟ اما او بسیار یک بچه هوشیار است. چطور زندگی خودت تباه ساخت؟ بله، رفته یک جا پوشه گرفته. فکر میکنه که کسی خبر نمیشه. میخواد که نکاح مخفی کنه. از ما فرار کردن نمیتونه.
حتما برش اخطار داده میشه؟ البته ما شخصا به نکاحشان اشتراک میکنم. میخوایم عروسیشان ببینم، از نزدیک معرفی شم. اگه برین چی میکنین؟ در از این نکاح برشان میگین صبر کنین، ما اعتراض داریم. اما ترس یاپراک جان ما گفته های خدا برش میگیم وقتی از اردو اخراج شد باز گپای ما را به خوبی درک خواد کرد. خداوند برشان عقل بده، دیگه چی بگویم؟ خودشان جوان هستن، چرا زندگی خود تباه میکنن؟ به خصوص دخترای چادر پوش توجه اسکرای اردو طرف خود جلب میکنن. چی ربط داره مادر جان؟ شاید یکی دیگه خود دوست داشته باشن. یک فرد نظامی هیچ وقت او قسم یک دختر دوست داشته نمیتونه. ما در این باره یک فلسفه داریم. یا شقا از تو رستم کده بدتر هستن یاپراک جان. اگه ای گپ هم میفهمه و هنوز هم میخواه که او دختره بگیره، باز او نظامی نه بلکه خائن ملت است. باورم نمیشه الیف، تو چطور گپ از ما پنهان کرده تانستی؟ پنهان نکردیم، فقط نمیفهمیدم چه قسم بگویم. یه احمق از مام کده و شیر برامد. به قدر وقت از ما پنهان کده به خدا. فعلا تو متأهل هستی، همه تو نیست؟ وقت رسم نکاح خود ثبت کردین من همینجا بهوش خواهد شدم الیف. هدف دینیس همی است، اما من تصمیم گرفتن نتونستم. دروغ گوی، تو میخوایی که ما را فریب بدی؟ تصمیم چی؟ بی از شما در حضور خداوند نکاح کردین؟ به خاطر خواست مادرم. به خاطر مادرت نیست. تو بچه دوست داری. اگه نه به هیچ وجه عروسی نمیکدی. اگه به زور می بود همراه دورالی عروسی میکدی. اون تو را دوست داره. پس مشکل چی است؟ دانشگاه؟ نه خیر، او میگه که باید درس تخلص کنی و ما دانشگاه را رها نمیکنیم. اما بسیار زیاد دوست متأهل داریم، میتونن به خوبی درس خود ادامه بدن. از درس نمیترسم، با کمک خداوند در هر شرایطی که باشم من این درس میخوانم، اما زندگی دینی زد تبا نمیسازم. ادلی که بیبی اونا هم می مشکل دارن، اما تصمیم خدا گرفته میخوای عروسی کنن. اما نتیجهش معلوم است همه تو نیست. اما مای طبیبی؟ بله بسیار زیاد مشکل است جانم، اما ما تو هنوز یک بارم نشنیدیم که پشیمان شده باشن. یعنی اگه واقعا یک دیگه خدا دوست داشته باشن پشیمان نخواد شدن. بسیار زیاد پشیمان خواهد شدی. مادر اگه به همسایه‌ام خبر بدیم شاید اونام عکسش در روزنامه دیده باشن، باز چی کنیم؟ دخترم مادرت اینقدر به عقل فکر کردی؟ ما فکرش کردیم. من میفهمم چی کنم. این مشکل حل ساختم. چطور؟ میفهمی او به کدام نام مشهور است؟ ملای تعویض نویس نه؟ در بین او موریداش پرده نصب میکنیم. برش میگیم طرف زنای نامحرم سعی نکن. آی مادر. تو به خدایا تمام دروازه های خانه را قفل کردن. به این خانه کی ضرر رسانده میتونه؟ این چی گپ است؟ نمیفهم که من در این خانه شاور هستم یا اسیر هستم. اوف. بلند شو دخترم، برمدی. قربان خدا شوم، قربان خدا شوم. از صبح تاله من در این خانه زندانی ساختن، من نتونستم بیرون برم. این چی وضعیت است؟ چرا این کارا کردین؟ اما شوهر جان تو حافظه خود عزیز دادی، اگه ما را ترک کرده میرفتی ما چی میکردیم؟ نه خیر جانم، حداقل به سالون اجازه میدادین یا میماندین که به حولی برم. درست است داماد، تشویش نکن. تا چند روز دیگه داخل خانه بسیار بیروبار خواهد شد. چی؟ به دهن دروازه مردم آمدن ملاست گفتم میرن داماد جان. بلی از خدا، شما چرا به گپ نمیفهمین؟ من مولا نیستم، من چیزی رو نمیفهمم. مرا چی به این گپا چرا درکم نمیکنین از برای خدا؟ توبه خدا تو را میذاره، قسم نکن. بیا از اومر خدا زده. به هر صورت مهم نیست. بیا اینجا بشی بچم، بشی داماد، بشی داماد. ببین گوش کن دخترم، تو این پرده رو بگی. آفرین. ببین فکر کن من مشتری هستم، درست است؟ یک دقیقه گوش کنین.
حال آمده نمایش شروع کردین. فقط همین کم بود خدایا توبه کردیم. درست است فهمیدم تو مشتری هستی. شروع کن. ملا صاحب مشکل ما بسیار کلان است. خیریت است خوشی جان، چی مشکل داری؟ خانه ما اولاد نمیشه ملا صاحب. پس این چی است؟ توبه مثال دادم داماد، نقش مشتری را بازی میکنم. درست است قسم بگو. شروع کن. ملا صاحب خوشوی میخوای از بچهش جدا شوم. یک کاری کن تا صاحب طفل شوم. درست است تو را صاحب طفل میسازم. توبه خدایا توبه. درست است. حالا خوب گوش کنین که من چی براتون میگم. من براتون دوا میتم. اول 1 سطل پیاز، 2 کاسه سبزی، کمی روغن دنبه. اینا را یادداشت کردین؟ یادداشت میکنم ملا صاحب، یادداشت میکنم. 2 قاشق نمک، 1 قاشق زنجبیل، کمی روغن زرد. یادداشت کردین؟ خب ها علف تازه. ملا صاحب من چطور از اینا استفاده کنم؟ فقط همه قمانده که طرز استفادهشون بگویم. خوشی جان توبه از دست تو. من چی بفهمم که چه قسم استفاده میشه؟ شوهر جان تو همراه با مذاق میکنی ها؟ توبه شما مرا ریشخند میکنین سوی تغذیه؟ به این باور داری که زن 70 ساله حامله میشه؟ به نسخه ما باور نداری تو؟ توبه ده آب جوش بنداز. درست است؟ گلاس بخور. گلاس زهر کو. فهمیدی گپ ما؟ توبه از دست شما مرا دیوانه ساختین بخی. دختر مقبول من، یک دانه من، خوشبخت باشی. مادر فکر میکنم قلبم استاد میشه. تشویش نکن، با هم خوش میباشین. من میفهمم. آماده استی؟ دخترم به تو امانت است. شما هیچ تشویش نکنه. بسیار مقبول شدی. تو هم همانطور. دنیز
بیبی هنوزم منصرف شدم میتونم باور کن خفه نمیشم جگر خون میشم اما خفه نمیشم. اما من خفه میشم. بار دیگه قسم نگویی. عجله کنین کلیگی منتظرتان هستن. Şunu bil yalvarma ömrüm diye sana. Olmadı çileyi sen verdin bana. Şimdi çağırırım diye dönüp arkana. Bak git demeye dilim var. Şimdi çağırırım diye dönüp arkana. Bakma git demeye dilim var. دنیز پدر قربانتان شما میکاره نکنین زندگی جوانا را از بین نبرین. مانع من شدن نمیتونه. من از این لیف منصرف نمیشم.